خب سلام و عرض ادب دوستان گرامی، امیدوارم که حالا همتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید و اعضای چنل اوقات خوبی رو داشته باشید. توی آخرین ویدیو در خصوص سیستم معاملاتی صحبت کردیم و اینکه خب این یه قسمت به نظر من خیلی مهم بود. گفتم که مجدد توی ویدیو در موردش صحبت کنیم. میخوایم در مورد تریدینگ پروفایل صحبت کنیم و نوع و نحوه ترید شما و اینکه به چه شکل باید برای خودتون یک چارچوب و بازه زمانی تعریف کنید با نگاهی به دیدگاه مالتی تایم فریم که خب البته این دیدگاه مالتی تایم در خیلی از سبک‌های اسمارت مانی و عرضه و تقاضا و حالا خود سبک ICT و در خیلی از سبک‌ها استفاده میشه. اون قسمت‌های اولی رو که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم تفاوتی نداره، معمولا توی خیلی از سبک‌ها استفاده میشه. بعد سعی می‌کنیم همین رو تعمیم بدیم روی دیدگاهی که حالا ICT دارد به این مبحث مالتی تایم فریم. در آخر حالا اگر زمان بود یه مقداری در مورد سوینگ ها و سوینگ پوینت ها صحبت میکنم و اهمیتشون و حالا یک دیدگاه کلی که نسبت به سوینگ ها و سوینگ پوینت ها باید داشته باشید و اینکه کدوم سوینگ ها معتبر هستن. در مورد اینهای ما دار صحبت میکنیم و سعی میکنیم همین دیدگاهی رو که داریم، دیدگاه مالتی تایم رو در روی چارت پیاده کنیم. خب خیلی از حالا کسانی که ترید میکنن، تریدر هستن، اون ابتدایی که حالا دارن ترید میکنن با این اصول و مبانی پیش نمیرن. خیلی از دوستان هستن که حالا توی تحلیل کردن هم به مراحل خوبی میرسن، ولی خب این به خاطر اینکه اون پایه و اصل و اون اساس ترید کردنشون بر اساس این قوانین نبوده، خب آنچنان موفقیت خوبی رو نمیتونن کسب کنن. اوکی؟ توی ویدیو قبلی در خصوص سیستم معاملاتی صحبت کردیم. اگر ندیدید میتونید ببینید، لینکش تو همین چنل هست و اینکه از چه اجزایی تشکیل شده. حالا به اشتباه خیلی از دوستان در خصوص این مسئله سیستم معاملاتی رو به پلن معاملاتی تشبیه میکنن که خب پلن معاملاتی هم یک جزئی از سیستم معاملاتی هست. کامل اونجا توی اون ویدیو توضیح داده شده در این مورد. پس بریم مستقیم روی حالا چارت و این مسائل و نگاه کنیم ببینیم کلا دیدگاه ما باید به چه شکل باشه. باید برای خودمون یک تریدینگ پروفایل داشته باشیم که بتونیم مسیر خودمون رو در ترید پیدا کنیم و اصلا بدونیم که اساس کار ما در ترید چی هست، ما میخوایم چه مدل ترید کنیم و اینکه اگر یکی از این پروفایل ها رو هم برای خودمون انتخاب کنیم، این نیست که همیشه با همین پروفایل ما ترید کنیم. این بستگی به خودتون داره. توی یک بازه زمانی شما میتونید پوزیشن تریدینگ انجام بدید، توی بازه زمانی میتونید سوینگ تریدینگ انجام بدید. این اهمیت آنچنانی نداره، فقط اساس و چارچوبش رو شما بدونید با نگاهی به دیدگاه مالتی تایم فریم و اینکه اصلا این نحوه و این پروفایل ترید کردن به چه شکل میتونه به ما کمک کنه. خب پس میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم مسیر خودمون رو در ترید پیدا کنیم. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که اولا که بازه زمانی خودمون رو برای ترید بدونیم، میخوایم تو کدوم بازه زمانی، تو کدوم فرکتال ترید کنیم و یک دیدگاه حرفه‌ای به مسئله داشته باشیم. دیدگاه حرفه‌ای ما چی هست؟ این هست که ما برای هر کدوم از این پروفایل ها میایم چی کار میکنیم؟ میایم یک تعداد فرکتال رو تعیین میکنیم و در فرکتال میانی ترید میکنیم، تریدامون رو انجام میدیم و از فرکتال ماژور یا فرکتال بالاتر و فرکتال مینور یا فرکتال پایینتر هم استفاده میکنیم برای
حالا این کارهایی که در جلوتر توضیح میدیم. پس اولین کاری که باید انجام بدیم این است که ما بدونیم که آقا ما کجای این داستان هستیم و میخوایم به کدوم یک از این شکل‌ها ترید انجام بدیم. اوکی، میخوایم پوزیشن تریدینگ انجام بدیم. اگر میخوایم پوزیشن تریدینگ انجام بدیم، اون فرکتال های، اون تایم فریم هایی رو که میخوایم توش ترید انجام بدیم بعد به شکل روزانه، هفتگی و ماهانه باشه. اگر میخوایم سوینگ تریدر باشیم، سوینگ تریدینگ انجام بدیم، بعد به صورت روزانه 4 ساعته و 1 ساعته باشد. اگر میخوایم شورت ترم تریدینگ انجام بدیم، ترید کوتاه مدت انجام بدیم، بعد به صورت 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه باشه. و اگر میخوایم دی ترید و اسکلپ انجام بدیم، اسکلپر باشیم، دی ترید انجام بدیم، در فرکتال های 1 ساعته، 15 دقیقه و 5 دقیقه سعی میکنیم کار کنیم. اوکی، پس این اساس اون پروفایلی هست که ما در نظر گرفتیم برای ترید کردنمون و به یکی از این پروفایل ها باید بهتر هست که ابتدای کارمون مسلط بشیم. حالا بعد بستگی حالا به شرایط مارکت و حالا اون نوع روحیات خودتون، اون خصوصیات شخصیتی خودتون و اون دارایی رو که ترید میکنید میتونید حالا بستگی به عرض کردم شرایط خودتون داره. اینها رو میتونید تست کنید، ببینید با کدومش راحت‌تر هستید، با کدوم وین ریت بهتری دارید و اون رو به عنوان تریدینگ پروفایل خودتون در نظر بگیرید. حالا بعضی از تریدر هستن که چند تا از این پروفایل ها رو برای ترید انتخاب میکنن. اوکی، و اینکه پس این اساس و چارچوب و دیدگاه کلی ما هست در ترید کردن که خب این دیدگاهی که اون اساس اون نگاه مالتی تایم رو میسازه این هست. پس یکی از اینها رو میایم برای خودمون انتخاب میکنیم. اینا رو به نظرم یادداشت کنید یه جایی. اون ابتدا سعی کنید با یکی از اینها ببینید با کدوم راحت تر هستید و عرض کردم بستگی به خیلی شرایط روحی داره، بستگی به شرایط اون مارکتی که دارید توش ترید انجام میدید داره، اون نوع دارایی یا استی که دارید معامله میکنید بستگی به اون داره که اینها رو میتونید چیکار کنید. میتونید در آینده مثلا ببینید با کدوم راحت تر هستید، اون رو به عنوان تریدینگ پروفایل خودتون در نظر بگیرید و ترید انجام بدید. کلیدهای ما چی هستن؟ یه توضیح کوچیک هم در این مورد بدیم. اساس دیدگاهمون در هر کدوم از این حالتهایی رو که میخوایم در نظر بگیریم توضیح بدیم و یکی اساس تفکری ما داشتیم خب به این عنوان که تایم فریم های بالاتر نقاط معتبرتری رو به ما میدن. تایم فریم های بالاتر، اون سطوحی رو که در تایم فریم های بالاتر مشخص میکنیم نقاط معتبرتر و سطوح معتبرتری هستند و یعنی در از تایم فریم های ماژور، تایم فریم های بالاتر از این سه تایم فریمی که ما میخوایم توش معامله انجام بدیم سطوح معتبرتری رو به ما میدن و تایم فریم های مینوری پایین تر سطوح دقیق تری رو میدن. حالا چرا اصلا ما این کار انجام میدیم؟ چرا از تایم فریم مینور هم استفاده میکنیم؟ برای اینکه سطوح دقیق تری رو بگیریم و در سطوح دقیق تری دنبال ستاپ ها یا نقاط ورودی باشیم و در نتیجه این بتونیم RBR ها یا ریسک و ریوارد های بهتری رو بگیریم. اوکی؟ RBR های و یا ریسک و ریوارد های بهتری رو بگیریم و معاملات خودمون رو هم سعی میکنیم در اون تایم فریم مادری اصلی انجام بدیم. اوکی، پس این دیدگاه کلی ما هست نسبت به چی؟ نسبت به اون کاری که میخوایم انجام بدیم و اون سیستم و اون نحوه ترید. مجدد عرض میکنم اگر ویدیوی سیستم معاملاتی رو ندیدید برید اونجا اون ویدیو رو ببینید و بعد برید این ویدیو رو ببینید. اوکی، خب من الان فکر میکنم پیش خودم که میخوام سوینگ ترید انجام بدم. اوکی،
میخوام سوینگ ترید انجام بدم و خب طبق این تریدینگ پروفایلی که ما تعریف کردیم اون فراکتور مادر یا اصلی که من میخوام توش ترید انجام بدم 4 ساعته هست. در دیلی سطوح معتبرتری رو سعی میکنم پیدا کنم و در 1 ساعته سطوح چی رو پیدا میکنم؟ سطوح رو ریفاین میکنم یا به دنبال سطوح دقیق تر میگردم. اوکی؟ این تا اینجا. حالا این دیگه بستگی به چی داره؟ بستگی به خودتون داره که حالا از اینجا دیگه برمیگره به اون سبک تحلیلی که دارید باش ترید انجام میدید. سبک تحلیلی که ما داریم باش کار میکنیم سبک ICT هست و حالا این کارهایی رو که از این به بعد الان من روی چارت انجام میدم بر اساس سبک ICT شما میتونید اون دیگه بستگی به سبک خودتون داره که با چه سبکی دارید کار میکنید. اوکی. پس این تا اینجا. این از این مسئله و بریم روی چارت. پس میخواستیم چی کار کنیم؟ میخواستیم سوینگ ترید انجام بدیم. تایم فریم ماژور ما شد تایم فریم دیلی، تایم فریم مادر ما شد 4 ساعته و مینور ما شد تایم فریم 1 ساعته. به همین سادگی. اوکی؟ پس روزانه ماژور ما هست 4 ساعت اصلی و تایم فریم 1 ساعته تایم فریمی هست که سطوح رو توش ریفاین میکنه. این تایم فریم دیلی هست. در تایم فریم دیلی من سعی میکنم چیکار کنم؟ سعی میکنم سطوحی رو پیدا کنم و بعد بروم این سطوح رو در تایم فریم مینورش، مینور اون تریدینگ پروفایلم ریفاین کنم. اوکی. حالا زیاد نمیخوام وارد بحث نحوه ترید کردن بشم و خب نحوه ترید کردن یک نگاهی هم باید به بایاس و جهت حرکت داشته باشیم. حالا اگه فرصت شد آخر ویدیو در مورد بایاس هم صحبت میکنم، اگر نه که اون فکر نمیکنم زمان برسه، چون میخوایم در مورد سوینگ هم صحبت کنیم و اگر زمان شد، اگر نشد زمان رسیدیم این کار رو انجام میدیم، اگر نه که هیچ. اوکی. خب من تصور میکنم که میخوام چیکار کنم. این تایم فریم دیلی هست، میخوام توی تایم فریم دیلی ترید سطوح هم رو مشخص کنم و دنبال چی بگردم؟ دنبال ستاپ های معاملاتی بگردم. زیاد حالا نمیخوام شلوغ کنم چارت رو، شلوغ کنم. یک سری علامت گذاری های همینجوری ضمنی سعی میکنیم انجام بدیم که فقط با حالا کلیات این مسئله آشنا بشید. بعد چیکار کنید؟ بعد نسبت به اون سبک تحلیلی که دارید کار میکنید شما هم این سطوحی رو که انتظار واکنش دارید درش رو میتونید روی چارت مارکاپ انجام بدید. پس تصور میکنیم که من میخوام چیکار کنم؟ تصور میکنیم که من میخوام اینها رو به عنوان سطوحی که انتظار واکنش قیمت رو درشون دارم مارکاپ کنم. توی این حالا نگاه کلی که حالا ما به این داستان داریم، و خب البته ما توی سبک ICT یک فریمورکی رو تعریف میکنیم برای کار کردنمون، چهارچوبی رو تعریف میکنیم برای کار کردنمون و در اصل یک سوینگ معتبر رو پیدا میکنیم
و سعی میکنیم توی اون سوینگ معتبری رو که پیدا کردیم به دنبال چی بگردیم؟ به دنبال ستاپ بگردیم. حالا من نمیخوام در مورد نحوه تعریف کردن فریم ورک و اینها صحبت کنم. من بیشتر بستم این هست که در مورد دیدگاه مالتی تایم یک نگاهی داشته باشیم. خب این تایم فریمی بود که تایم فریم ماژور ما بود، سطوح رو درش علامت گذاری کردیم. این تایم فریم اصلی ما هست، تایم فریمی که من میخوام توش ترید انجام بدم و چی؟ و این سطوحی رو که مشخص کردم میرم توی تایم فریم مینورم و سطوح رو بهینه میکنم. چرا بهینه میکردیم؟ به خاطر اینکه بتونیم ورودهای دقیق تری رو بگیریم. باز هم برای اینکه شما بتونید باز هم ریفاین های بهتری انجام بدید، حالا این نظر شخصی خودمه، میتونید همین سطوح رو باز مجددا در تایم فریم اصلی هم که دارید ترید انجام میدید مارکاپ کنید. عرض کردم اصلا الان کاری به این مسئله ما نداریم که حالا این سطوح چی هستن و من فرض میکنم که فرض میکنم که ما نمیدونیم چرا داریم اینها رو انتخاب میکنیم، ولی خب ما میدونیم چرا داریم انتخاب میکنیم. اوکی، خب اینجا اگه دقت کنید این دقیقا همون ساعت بوده توی تایم فریم 4 ساعت هم همون هست، تفاوتی نمیکنه و باز سطوح هم رو چی ریفاین تر میکنه. حالا بعضی از دوستان هستن که میان چیکار میکنن؟ میان این ریفاین رو توی چندین تا فرکتال انجام میدن، همینجوری میرن پایین. خیلی دیگه اونم بستگی داره. خب خیلی از بچه که ترید انجام میدن اگر توی تایم فریم های خیلی پایین بخوان مثلا تیک چارت ترید کنن یا خیلی تایم فریم های اسکالپ پایین انجام بدن، اون سطوح رو سعی میکنن خیلی دقیق بکشن. که خب ما حالا اینجا همچین دیدگاهی نداریم. پس اینجا الان من یک سطحی رو به دست آوردم که اینها روی هم پوشانی دارن و این سطح دقیق تری هست در فرکتور مینورم و این سطح کلی رو که پیدا کردم در فرکتور ماژورم سطح معتبری هست. اینها روی هم دیگه هم پوشانی داشته است. یعنی چی؟ یعنی اون سطوحی رو که من در
مینور هم پیدا کردم داره اعتبارن و این یک مسئله دیگه بعد بستگی داره که بخواید چقدر ریسکتون رو کم کنید یا با چه ریسکی شما ترید کنید. بعضی مواقع اگر بخواید اون خیلی مثلا ورودهای مثلا کم ریسک داشته باشید، خب ممکنه قیمت به اون سطوحی که شما مشخص کردید نرسه. بعضی مواقع مجبوریم که در سطوح ریفاین شده مثلا ترید رو انجام بدیم و خب طبیعیه که بعضی مواقع قیمت از اون سطحی که ما مشخص کردیم اگر توی مینور بخوایم سطوح رو در نظر بگیریم ممکنه یه مقداری از اون سطحی که ما مشخص کردیم برای تحلیلمون یه مقداری چی بشه و یه مقداری مثلا پوزیشن ما در ضرر قرار بگیره. اوکی، پس همین کارها رو هم روی همین سطح انجام میدید. هدف کلی الان از این مسئله اینه که میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم نحوه دیدگاه مالتی تایم رو به شما معرفی کنیم. عرض کردم هدف الان این هست و بحث این نیست که الان ما چرا داریم اینها رو علامت میزنیم و اینا چی هستن. اینها رو در ویدیو بعدی حالا جلوتر که رفتیم هر کدوم از اینها رو یک آرایه محسوب میکنیم، آرایه ها رو مارکاپ میکنیم و انتظار واکنش قیمت به آرایه ها رو داریم و با کنار هم قرار دادن آرایه ها و واکنش قیمت و یک سری تاییدیه ها مثلا دایورجنس، مثل نمیدونم خیلی اون چیزهایی که برای تاییدیه ازشون استفاده میکنیم، تاییدیه بود به ستاپ، این جزئیات و این آرایه ها در کنار هم دیگه قرار میگیرن، یک دیدگاهی به ما میدن که ما اون رو به عنوان یک ستاپ در نظر میگیریم و اون با اون تاییدیه هایی که برای ستاپمون در نظر میگیریم وارد چی میشیم؟ وارد معامله میشیم. نحوه کار و اصول این هست، از نظر شخصی من نحوه کار و اصول اینه و این روشی بوده که من خودم شخصا ازش نتیجه گرفتم و خب اون دیدگاه مالتی تایم هم خود شخص مایکل هم از این مسئله استفاده میکنه. شما اگر دوره ونت رو ببینید، البته اون یک قسمتش رو باید دوستان زیرنویس فارسی کردن 5 قسمت، تو یکی از قسمت دوم سومش در مورد این دیدگاه مالتی تایم کاملا صحبت میکنم. اوکی. پس این اساس اون دیدگاه مالتی تایم ما بود و به این شکل انجام میدهیم. اوکی، به این شکل انجام میدیم. مارکاپ کردن رو به این شکل انجام میدیم و انتظار داریم که قیمت به این سطوحی که ما مشخص کردیم بیاید و واکنش بده. عرض کردم این سطوحی که الان من مشخص کردم برای چی بود؟ برای سوینگ تریدینگ بود. بعضی مواقع هست که خب شما مثلا اگر میخوای سوینگ ترید انجام بدی، خب قیمت شاید باید خیلی صبر کنید که مثلا به این نواحی بخواد برسه و واکنش نشون بده. پس خیلی مواقع به خاطر اون ولاتیلیتی پایینه، اون نوسان پایینی که هست،
شما اگه بخواید مجبوری اسکلپ انجام بدی، مجبوری توی تایم فریم های پایین‌تر ترید کنی و مثلا دی ترید انجام بدی و مجبوری که اینها رو بیای توی مثلا یک تایم فریم دیگری، توی یک پروفایل دیگری تعریف کنی، 1 ساعت 15 دقیقه و 5 دقیقه تعریف کنی. اوکی؟ پس ممکن است تا قیمت بخواد به این نواحی که من انتظار واکنش قیمت ازش دارم برسه، خب تا بخواد به این نواحی برسه، به این مثلا FPG ها برسه، به این قسمت هایی که به انتظار واکنش قیمت ازشون دارم بخواد برسه، ممکنه من اگر بخوام سوینگ تریدینگ انجام بدم باید صبر کنم دیگه. خب چون نوسانی که الان هست، اون دامنه واضحی که قیمت داره توش نوسان میکنه با اون نقاطی که من انتظار واکنش قیمت دارم فاصله زیادی داره، خب زمان میبره. پس الان هدف ما اینه که بخوایم کلیات رو بگیم. هدف ما الان اینجا این هست که بخوایم کلیات رو بگیم. خب این اینجا باشد. من اگر حالا زمان شد آخر ویدیو سعی میکنم نحوه تعریف کردن فریم ورک و اینها رو هم بگم. منتها قبلش لازم است که در مورد سوینگ پوینت ها بخوام صحبت کنم و اینکه اصلا یک سوینگ پوینت چی هست، یک سوینگ رو چی در نظر میگیریم. در مورد این مسئله میخوام صحبت کنم و یک مارکاپ هایی رو انجام بدیم. اینها رو حتما برید روی چارت تمرین کنید. بعد از اینکه تمرین کردید واکنش های قیمت رو به اینها میتونید ببینید و خب این مسئله مهمی. اوکی، تعریفی که ما از یک سوینگ داریم در ICT، یک سوینگ رو با 3 کندل در نظر میگیریم. در بعضی صفحه میکنیم با 5 تا کندل در نظر میگیریم. که ما چی؟ خاطر اینکه اگر بخوایم منتظر بمونیم که اون 5 تا کندل شکل بگیره، ممکنه تریدمون میس بشه، از تریدمون از دست بدهیم. یک سوینگ پوینت رو این نقطه رو ما بهش میگیم سوینگ پوینت. پس یک کندلی که دو تا، اگر بخوایم سوینگ پوینت های باشد، دقت کنید، دو تا لور های و در کنارش باشه و همین رو خیلی ساده اگر بخواید به این شکل هم در نظر بگیریم، این می شود یک سوینگ پوینت لو که دو تا هایر لو در اطرافش باشه. پس دیدگاه اساسی که ما در مورد یک سوینگ داریم این هست. خیلی ساده است. 5 تا کندل رو ما در نظر نمیگیریم، ما 3 تا کندل رو بیشتر کار باهاش نداریم. پس این مفهوم یک سوینگ پوینت هست. یک سوینگ پوینت، به اینجا میگیم سوینگ پوینت. اوکی، این رو یک سوینگ در نظر میگیریم و این رو بهش میگیم سوینگ پوینت. ابتدای اون آموزشی که شما در مورد سوینگ پوینت ها میبینید، میتونید از یک اندیکاتوری هم استفاده کنید که خب البته استفاده از اندیکاتور رو زیاد پیشنهاد نمی‌کنم. فقط این میتونه به شما چیکار کنه؟ میتونه اون ابتدا به شما
کمک کنه در نحوه مشخص کردن این سوینگ پوینت ها. پس چی شد؟ پس حالا زمانی که میایم روی چارت به اون قشنگی و اون چی میگن شکلی که حالا روی اون شماتیک دیدید شاید نباشد. اوکی، به اون شکل شاید این یه مقدار بالاتر باشد، این بالاتر باشد، این مقدار پایینتر باشد. ما هدفمون این است که این سوینگ پوینت رو مشخص کنیم. حالا زیاد کاری به این نداریم که دقیقاً همون مسئله اتفاق بیفتد. اینها رو حتما باید تمرین کنید، چون اساس اون فریم ورک هایی رو که ما تعریف میکنیم بر اساس چی هست؟ بر اساس این سوینگ پوینت ها تعریف میشوند. خب خیلی ریلکس داریم صحبت میکنیم، سرعتمون باید بیشتر کنیم. در مارکاپ کردن سوینگ پوینت ها، اون سوینگ پوینت هایی که در کنار هم دیگه هستن یا یک پوینت رو میدن که اون پوینت رو قبلا شما مارکاپ کردید، اون رو شما در نظر نگیرید. یک مسئله دیگری که هست این است که برای تمرین کردن اون ابتدا که میخواید تمرین انجام بدید، اگر یک سوینگ پوینت رو مارکاپ کردید، الان این سوینگ پوینت رو ما اینجا دوتا کندلی که بغلش هست رو در نظر گرفتیم که دوتا لور های داره و این پایین ترین قسمتی هست از این سوینگ که اینجاست و این رو هم ما مارک میکنیم و میخواییم چیکار کنیم؟ اینها رو باید برید روی چارت تمرین کنید. هدفمون از این کار چی بود؟ هدفمون این هست که بریم واکنش های قیمت رو به این پوینت هایی که مشخص کردیم ببینیم که خب کاملا مشخصه دیگه. شما این واکنش های قیمت رو دارید به این پوینت هایی که ما الان مشخص کردیم دارید میبینید. حالا بعضی مواقع هست که قیمت اوت میشه، خب این مهم نیست، این بعداً در تعریف کردن تایم فریم ورک ها توضیح خواهیم داد که وقتی قیمت از فریم ورک ما اوت میشه، خارج میشه، باید چیکار کنیم؟ باید بریم دنبال یک سوینگ دیگری بگردیم. این یک مسئله. پس این کار رو حتما برید روی چارت انجام بدید. با مفهوم سوینگ پوینت آشنا شدید، حالا که با مفهوم یک سوینگ پوینت آشنا شدید، باید با مفهوم سوینگ های معتبر هم آشنا بشید. چرا باید با مفهوم سوینگ های معتبر آشنا بشیم؟ ما به چه درد میخوره؟ به درد این میخورد که بعدها میخوایم اون فریم ورکمون رو یا اون چهارچوبی رو که میخوایم درش ترید انجام بدیم، چهارچوبی رو که میخوایم توش ترید کنیم رو توی این سوینگ های معتبر تعریف خواهیم کرد. اوکی؟ توی این سوینگ های معتبر تعریف. از نظر ما یک سوینگ معتبر چه سوینگی هست؟ یعنی به چه شکل میایم فریم ورک های خودمون رو تعریف میکنیم؟
یک سوینگ معتبر برای ما یک سوینگ هست از بین دو سوینگ یا چند سوینگ که یک های جدید یا یک لو جدید زده باشه. شما تصور کنید که اینجا من میخوام یک فریم ورک یا یک چهارچوبی رو برای ترید خودم از بین این سوینگ، از بین این لو تا این های و این لو تا این های در نظر بگیرم. خب همینجوری اگر شما نگاه کنی روی چارت خیلی واضح و مشخصه که این لو پایینتری نسبت به این لو دارد و این های بالاتری نسبت به این های دارد. پس این سوینگ برای من یک سوینگ معتبرتری است نسبت به این سوینگ و من اگر بخواهم این سوینگ رو به عنوان یک فریم ورک یا چهارچوب ترید در نظر بگیرم و بعد بیام چیکار کنم؟ بعد بیام اون آرایه ها رو در این سوینگ تعریف کنم و اینجا در قسمت سمت راستش به دنبال موقعیت های ترید بگردم، این رو باید در نظر بگیرم. خب من میام در نظر میگیرم. پس این پوینت های ما اوائلش، این چیزایی که الان من دارم میگم شاید یه مقداری واسه بعضی گنگ باشد، پیچیده باشد، یک مقداری در هم بر هم باشد. مهم نیست، اینا رو بعد شما باش آشنا میشید در جلوتر. زمانی که میخوایم فریم ورک ها رو تعریف کنیم و اون آرایه ها رو توی فریم ورک ها مارک کنیم و اینها رو شما بعداً باش آشنا میشید. پس چی؟ پس دقت کنید، سوینگی برای ما یک سوینگ معتبر بود که چی؟ که یک های جدیدی رو زده بود یا یک لوی جدیدی رو زده بود. این سوینگ معتبر است. این سوینگ الان توی این فرکتالی که ما الان میخوایم باهاش کار کنیم، اگه دقت کنید از بین تمام این سوینگ هایی که توی این قسمت داریم میبینیم، این یک های بالاتری زده و الان من تصور میکنم این قسمت راست چارت هنوز شکل نگرفته است. ببین دقت کنید، فرض میکنم اینجا شکل نگرفته هنوز. این قسمت رو فرض میکنم شکل نگرفته. اگر این قسمت رو هم میخواستم در نظر بگیرم، یعنی الان رو بخوام ترید انجام بدم، این نمیشود. این رو باید در نظر بگیرم چون یک های جدید زده است. اوکی؟ ولی من الان تصور میکنم که چی؟ تصور میکنم که این قسمت سمت راست چارت هنوز شکل نگرفته و من این رو به عنوان یک فریم ورک در نظر میگیرم. وارد بحث فریم ورک نمیخوام بشم. توی یک ویدیو در مورد فریم ورک یه مقدار توضیح دادم. نمیخوام زیاد پیچیده و در هم بر هم بشه. فکر میکنم برای این ویدیو کافی باشه. تا اینجا مرور کنیم آنچه رو که گفتیم. برای این ویدیو فکر میکنم کافی باشه تا همینجا. آنچه رو که گفتیم مرور کنیم، چون وقتی که زمان ویدیو هم زیاد میشود بعضی از دوستان علاقه نشون نمیدن به ویدیو. تریدینگ پروفایل خودمون رو مشخص کردیم که با کدوم یک از این پروفایل ها میخوایم ترید کنیم. نحوه دیدگاه مالتی تایم فریم رو توضیح دادیم که به چه شکل هست. تایم فریم اصلی خودمون یا تایم فریم مادرمون رو گفتیم که تایم فریم اصلی هست که توش دنبال ستاپ های تریدمون میگردیم. تایم فریم بالاتر رو تایم فریم ماژور در نظر گرفتیم. تایم فریم پایینتر رو بهش گفتیم تایم فریم مینور. تایم فریم های مینور یا پایینتر سطوح دقیق تری رو به ما میدادن. تایم فریم های ماژور سطوح معتبرتری رو به ما میدادن و این باعث میشد که چی؟ باعث میشد که ما اون نقاطی رو که در اون تایم فریم اصلی خودمون انتظار واکنش قیمت بهشون داریم رو هم
بدونیم که کدوم قسمت‌هاش معتبرتر هستند، اونهایی که نزدیک به نواحی هستند که در ماژور علامت زدیم معتبرتر هستند و اونهایی رو که در مینور علامت زدیم ورودهای دقیق تری رو میتونن به ما بدن. مثلا اگر سطوحی رو در تایم فریم مادر رو مشخص کردیم، یک سطوحی رو مشخص کردیم، سعی میکنیم در اون قسمت هایی که در مینورش هم پوشانی داشته یا روی هم قرار گرفته یا توی اون ناحیه‌ای که ما در تایم فریم اصلیمون هم مشخص کردیم، سعی میکنیم اونجاها ترید بگیریم. چرا؟ چون آر به آرهای بهتری دارن. از طرف دیگه اون سطوحی رو که در تایم فریم اصلی مشخص کردیم اگر نزدیک باشند به سطوحی که در ماژورمون هستند، اگر نزدیک باشن یا کنار اونها قرار گرفته باشن یا روی اونها قرار گرفته باشن، پس این به ما نشون میده که این سطوح دقیق تری هستند. اوکی، این تریدینگ پروفایل ما بود. مرور سریع. سوینگ پوینت رو گفتم که چی هست و نگاهی که ICT به سوینگ پوینت ها دارد. این رو گفتم که قرار شد به سوینگ پوینت ها رو روی چارتتون مارکاپ کنید. مارکاپی رو هم که انجام میدادید عرض کردم به این شکل لطفا انجام بدید و واکنش های قیمت رو بهش ببینید به این شکل. یه بار دیگه سریع بگیم، یک بار دیگه سریع. این رو، این یک کندل، دو کندل، سه کندل، این سوینگ پوینت ما. این سوینگ پوینت ما می شود و از میان این دوتا لور هایی که اینجا هست، اون کندلی که پایین ترین قسمت قرار گرفته، این رو هم مارک میکنید و سعی میکنید واکنش قیمت رو بهش در جلوتر در سمت راست چارت ببینید. این تمرین باشد برای این ویدیویی رو که دیدید. یکی اینکه اینها رو می‌نویسید، پروفایل خودتون رو سعی می‌کنید پیدا کنید که با کدومی که این پروفایل کار می‌کنید. سوینگ ها رو آشنا شدید با سوینگ، کدام سوینگ معتبر بود، آن که های جدیدتری زده بود و چی، و اون های رو به عنوان چی از بین اونها اون سوینگ پوینت اون رو تعریف کردیم، گفتیم چی هست و چی، و اون هایش و لوش رو تعریف کردیم که حالا این نیست اینجا. این هست و این پایین ترین کندل رو هم علامت میزنید و واکنش قیمت رو بهش دنبال میکنید روی چارت که چشمتون آشنا بشود و از بین همه آن سوینگ هایی رو که ما توی یک بازه فرکتالمون تعریف کردیم، کدام سوینگ ها معتبر هستند، اونهایی که یک های جدید زدند و سعی میکنیم فریم ورک های خودمون رو توی اون سوینگ ها تعریف کنیم. الان از اینجا این بالاترین هایی هست که اینجا دیده می شود. اوکی، این بالاترین هایی هست که اینجا دیده می شود و این هم پایین ترین لوی هست که الان اینجا دیده میشه. یه توضیح کوچیک هم من در مورد نمیدونم الان بگم در مورد بایاس، چیزی طولانی میشه یه مقداری. کوتاه میگم در مورد بایاس، کوتاه میگم.
اگر بخوایم در مورد بایاس بگیم باید همه رو پاک کنیم. که البته این مربوط هست به مفاهیمی که در آینده در موردش توضیح میدیم. منتها یک دیدگاه کلی رو میخوام بهتون بدم که کمک میکنه خود در مورد این بایاس یا جهت حرکتی که انتظار داریم یا اون اساس اون چیزی رو که در نظر داریم مارکت در اون جهت، یک پیشفرض در اصل، یک پیشفرض در تمام تحلیل ها و ترید ها سعی می‌کنیم از یک پیشفرض استفاده کنیم و تصور کنیم که مارکت در جهت اون پیشفرض ما حرکت می‌کند. اوکی؟ تصور کنیم که مارکت در جهت اون پیشفرض ما حرکت می‌کند. دو تا مسئله اینجا پیش میاد. یکی مسئله previous day high هست یکی مسئله previous week high هست. و البته برعکسشون previous day low previous week low. بالاترین هایی که در روز قبل زده شده، پایینترین لویی که در روز قبل زده شده، بالاترین هایی که در هفته قبل زده شده و پایینترین لویی که در هفته قبل زده شده. حالا این رو باز هم برمیگرده به چی؟ به تریدینگ پروفایل ما که اگر بخوایم اون تایم فریم ماژور ما، اوکی، اگر بخوایم تایم فریم ماژور ما از دیلی، یعنی حد اکثر تایم فریم ماژور دیلی باشد، ما فقط پریویس دی های و پریویس دی لو رو در نظر میگیریم و اگر این پوزیشن تریدینگ رو بخوایم انجام بدیم، پریویس ویک های و پریویس ویک لو رو هم باید در نظر بگیرید. پس این باز برمیگرده به همون دیدگاه مالتی تایم فریم. من تصور میکنم که میخوام چیکار کنم. میخوام سوینگ تریدینگ انجام بدم. ماژورم میشه روزانه، اصلی میشه 4 ساعته مادر و مینورش میشه 1 ساعته. پس فقط باید این رو به چه شکل مشخص کنم؟ این رو باید روی چارتتون علامت بزنید. به دنبال پریویس دی های میگردم. اگر این چارت رو به این شکل علامت گذاری کنیم، که هر کدوم از این کندل ها یک روز باشد، یک روز، اینجاش واسه بچه‌ای که تازه میخوان ترید انجام بدن و من باز این دوتا رو تصور میکنم که الان نیستن. اگر بخوام اینا رو در نظر بگیرم، این باشه. اگر من بخوام اینجا الان امروز مثلا ترید کنم، این رو به عنوان پریویس دی های و پریویس دی
لو در نظر میگیرم. فکر میکنم ویدیو داره طولانی میشه. اوکی، های روز قبل و لو روز قبل. فریم ورکم رو سعی میکنم توی این ناحیه تعریف کنم. حالا میرم توی اون فرکتال اصلیم. این شد فریم ورک من که میام چیکار میکنم، علامت گذاریش میکنم. انتظار دارم چی بشه؟ بر اساس دیدگاه کلی که دارم همیشه انتظار دارم که قیمت این سطح 50% رو اکولیبریوم در نظر گرفتیم و انتظار دارم که قیمت از بالای این 50% رو پریمیوم بود و زیرش رو دیسکانت در نظر گرفتیم. انتظار دارم که قیمت از دیسکانت به سمت پریمیوم برود، نقدینگی این بالا رو جمع کنند و دوباره برگردد به سمت دیسکانت. پس این انتظار من هست از چی؟ از قیمت. الان اگر نگاه کنید بالای اون 50% هستیم، پس انتظار دارم این روند تا این نواحی ادامه پیدا کنه و چی و برگرده پایین. حالا این رو توش فریم ورکمون رو تعریف میکنیم که حالا من زیاد نمیخوام مسئله رو بخاطر اینکه زمان ویدیو داره زیاد میشه. و گفتم که این قسمت رو بای ساید لیکویدیتی و این قسمت رو سل ساید لیکویدیتی در نظر میگیریم. چرا این رو اینجوری در نظر میگرفتیم؟ به خاطر اینکه انتظار داشتیم که بریک اوت تریدرها با شکست این ناحیه بیان وارد پوزیشن لانگ بشن، پوزیشن و اون استاپ خودشون رو روی اون مقاومتی که بریک شده و تبدیل شده به حمایت قرار بدن و قیمت بیاد اینجا مثلا این استاپ اینها رو بزنه و برگرده به سمت چی؟ برگرده به سمت دیسکانت. خب در مورد نقاط ورود بهینه و اینها خب خیلی حالا بحث طولانی میشه و نمیخوام برم توی اون بحث. این فریم ورک خودمون رو اومدیم تعریف کردیم، پریویس دی های و پریویس دی لو رو در نظر گرفتیم. این خیلی مهمه که این در نحوه مشخص کردن بایاس به ما کمک میکند
پس انتظاری که الان فعلا اگر من بخواهم چجوری ترید کنم، ببینید خیلی مهمه. اگر بخوام چجوری ترید کنم، اگر بخوام فرکتال ماژورم رو روزانه در نظر بگیرم، نه پوزیشن تریدینگ، فرکتال ماژورم رو روزانه در نظر بگیرم، انتظار من این هست که چی؟ الان بالای دیسکانت هستیم، پس انتظار دارم این به این سمت حرکت کند، قیمت به این سمت حرکت کند و این رو انتظارم رو بهش میگم چی؟ بهش میگم دیلی بایاس. که حالا این البته نحوه مشخص کردن بایاس یه سری جزئیات دیگری هم دارد، این کلیات رو من دارم میگم چون الان اون فقط یک ویدیو باید در مورد بایاس صحبت کنم. انتظار من این هست که این به سمت بالا حرکت کند. خب دیگه به همین شکل میرم توی مینورم، و سطوح رو مشخص میکنم. و خب خیلی ساده انتظار دارم که یک سری واکنش ها رو در این سطوحی که مشخص کردم ببینم که من الان در مورد فریم ورک نمیخوام صحبت کنم، فقط میخواستم بدونید کلیاتش به این شکل هست. اون خودش یک ویدیو کامل باید در مورد فریم ورک ها صحبت کنیم. اینجا دیگه کوتاه کنیم بحث رو، دیگه خیلی داره طولانی میشه. در ویدیو بعدی در مورد فریم ورک ها و حالا یک سری مسائل دیگری صحبت میکنیم که یک سری دیدگاه های بهتون بده. اینها رو یادداشت کنید. و تمرین کنید روی چارت که تمرین کردن از همه چیز مهمتر. خب موفق و مؤید باشید. امیدوارم که تریدهای خوبی داشته باشید و همیشه سلامت و سرحال باشید.